دغدغه در واقع این جلسه اولا این بود که در آستانه ایام دهه فجر بشینیم یه صحبتی دوستانه و در واقع خودمونی راجع به انقلاب داشته باشیم. به نظر میاد که یک گسستی ایجاد شده واقعا بین در واقع نسل جدید و فهمش از در واقع دوره گذشته و اونم دلایل مختلفی داشته، از جمله این که تبلیغاتی که در جمهوری اسلامی صورت گرفته در مورد رژیم گذشته گاهن تبلیغاتی بوده که مخاطب رو دیگه مجاب نمیکنه که بپذیره که این ایرادات، همه ایرادات در واقع معطوف به رژیم گذشته است، هرچی بدی است به دوران قبل نسبت میدین و در واقع هرچی خوبی است به جمهوری اسلامی نسبت میدین. با یاد امام راحل و بنیانگذار مکتب اسکولیسم و معمار اندیشه پست شاسکولیسم خیلی خوشحالم که به عنوان تئوریسین یول در خدمت ژوژیلیست های گاگول هستم. در رابطه با بحث گسستی که شما طرح کردین، در واقع سوال شما سه بخش داره. یکی این که این گسست چطور ایجاد شده، یکی این که آسیب شناسی این بحث چطور صورت میگیره، نکته سوم که گفتید هر چه خوبی بوده به جمهوری اسلامی برمیگرده که خب واقعیته، حالا چه نسل جدید بخواد مجاب بشه چه میخواد نشه. خوبی های جمهوری اسلامی خیلیه، اما خب تو این جلسه وقتش نداریم که من بگم. ما 40 سال وقت داشتیم. پیکن انداز این نونور بازی ها و سوسول بازی ها رو بذارید کنار. فکر نکنید که دوربین هست، اسم منم تئوریسینه، هیچی بهتون نمیگم، شما هم هر پارازیتی دلتون میخواد چی بندازید. ما تو این 40 سال غلطای دیگه داشتیم میکردیم. 8 سال دفاع مقدس، اتمی، کهریزک، اوین، یمن، عراق، سوریه، دیگه وقتی برای این بزرقصوندن ها نمیمونه. طراح این نظام امام بوده، همون که پاسخ تئوریکش به سوالای تاکتیکی و استراتژیکی یک کلمه بوده: خفا. کل طرح نظام رو همین کلمه کلیدی سوار شده. اون طرح می‌خوایم حرف بزنیم، اون طرحی که پیشنهاد دادن، حالا می‌خوایم طرح رو بازبینی بکنیم. خب این نکاتی که گفتید خیلی وضعیت خوبیه، خب ولی واسه شرایط ایدئال و شرایط مثلا خود وضعیت ما بغرنج‌تر از اینه. گفت سمی گویی خود ما وضعیت ما حالت بحرانی هم قرار. این سوالت که خیلی کودکانه است. معلومه که این مال اون زمونه. الان می‌خوام من وارد این سوال شم؟ سوالاتتون پراکنده است. ذهنای مشوشی دارین. خلاصه شما تشه که بگیری اینه که اون موقع 97% آمدن به نظام رأی دادن دیگه ها. شما اونو چی مینامین؟ یعنی اون گروه از مردم در اون مقطع 97% یعنی قالبشون موافق بودن با این سیستم مثلا جمهوری اسلامی. ولی الان به نظر میاد حالا اون چیزی که ماها داریم تو جامعه میبینیم این که اون 97% دیگه وجود نداره. بله این مشخصه که اون 97% دیگه وجود نداره. به زرس قاطع تبدیل شده به 117%. دقت بفرمایید، شما تمام اقمار و نونخورای جمهوری اسلامی رو در نظر بگیر. شما یمن و سوریه و لبنان و عراق اینا همه درصد میبره بالا. کل این داستان بحرانی که ایشون بهش اشاره کرد تو 4 تا دونه انتقاد به دولت خلاصه میشه که اونم اگه جیگر دارین بریم بکنین. چرا انتقاد از دولت تبدیل میشه به انتقاد از حکومت در کشور ما؟ مثلا وقتی علیه برلوسکونی در آمریکا، در ایتالیا انتقاد میشه، راجع به این نمیگن که دموکراسی یا سوسیال دموکراسی رو بذاریم کنار. راجع به این حرف میزنن این رئیس جمهور باید استعفا بده. اما وقتی به کشور خودمون میرسیم، انتقاد به دولت سریع منجر به انتقاد به کل حکومت میشه. این سوال شما خیلی احمقانه است. نشون میده که پشتوانه معرفتی نداره. اون سوسیال دموکراسی که شما بهش اشاره میکنی نمونه بارزش در نظام جمهوری اسلامی در آب هویج بستنی متبلور میشه که خودش رو در محصورگرایی فوندا هوندا موندا سوزوکیسم اونم از نوع مگنتیکی متجسم میکنه. حالا این برلوسکونی خودش باز به جواب بده که این بحران براندازی در جمهوری اسلامی از کجا آمده. یعنی اصلا اینی میخوام بگم، اصلا بس به ناکارآمدی مسئولین و مقام عظما و حکومت برنمیگرده که یه نکته خیلی مهمش اینه که بخش زیادی از این چیزی که ما الان به عنوان ناکارآمدی داریم میبینیم به واسطه اینه که اون مسیری که ما علیهش انقلاب کردیم، قیام کردیم، این حرفا داره دوباره اتفاق میفته. مثلا شهید بهشتی بعد از انقلاب میگه که ما هم گوشت ارزون میخوایم، هم نون ارزون میخوایم، هم خونه ارزون میخوایم و اخلاق و معنویت و این حرفا میخوایم با این مسیر، با این نسخه‌ای که ما داریم. اولا که این سوالت خیلی مزخرفانه است.
شهید بهشتی غلط کرد با ابجد آبادش. دهن منو باز نکنید. 1 ساعت مخ بنده رو دارید شما خوردید، معلوم نیست که شما چی دارید بلغور میکنید. که گفتیم آزادی، گفتیم دموکراسی، نه که شما به مخ ما رو تلید کنید نسخه مریضید پاشید برید دکتر. واسه من از بهشتی خاطر تعریف میکنی؟ گنده تر از بهشتیش که امام راحل بود گفت من تو دهن این دولت میزنم، نزد، البته زد تو دهن ملت. الانم که این دولتی که سر کاره خب رای آورده دیگه، حالا هر طوری که میخواید بزنه تو دهنش. آزمون خطاست. مردم یه دوره امتحان میکنن، یه دوره یه بار رای میدن، یه بار رای میدن. هی رئیس جمهور میاد میگه، رئیس جمهور میاد میگه باید بشود. خب مردم پس اصلا ما رو سر کار گذاشتید. آره دیگه، خب سر کاریم دیگه. 40 ساله که سر کاریم. در ثانی مردم چه کارن؟ نظام مقدس الهی که گره میخوره اون بالا مالاها. توضیح میدیم فرق نظام، حکومت، جمهوری اسلامی و دولت و قوه قضاییه. یعنی این تعریفا توی ذهن خیلی از افراد نیست. میگن یه چیزی به اسم نظام، یه چیزی به اسم قوای سگانه، که من هیچ وقت نفهمیدم اون نظام چیه واقعا. یه چیزی به اسم حکومت و بعد دولت. ببین این سوال تو خیلی مفتضحانه است. ولی خب چند تا سوال رو شامل میشه. اول اینکه نظام چیه، دوم اینکه حکومت چیه، سوم جمهوری اسلامی چیه، چهارم دولت چیه، پنجم قوه قضاییه چیه، ششم چیه. میفرمایید؟ و همه این سوالا پاسخ داره. یک پاسخ یعنی از کثرت به وحدت میرسی که خلاصه میشه در درز پاره عبای مقام و عظمای ولایت و سلام نامه تمام، بریم که آقا دیگه نهار دیر شد دیگه، کس سوال نداره. خب تو بگو دیگه، بگو آخرش چه بگو تو. آره ما به شورای نگهبان میتوانیم انتقاد بکنیم یا نمیتوانیم؟ شما غلط میکنی به شورای نگهبان انتقاد کنی. کی هستی تو آخه؟ جوجو از کجا آمدی؟ هنوز پشت لبت سبز نشده میخوای به فقهای شورای نگهبان انتقاد کنی؟ بچه پررو چای نخورده به سرخاره شدی ها. دوربین روشن هست. من تموم نشدین. بله به اون لحاظ شما میفهمید سوالتون 3 بخش داشته. ولی خب کودکانه بود دیگه، شما خودتون قبول دارین که من نکته سوالتون رو نفهمیدم. نکته این هستش که ما اگر بخوایم بریم تو اون فازی که انتقاد مثلا به شورای نگهبان بکنیم، 10 تا گزاره از امام وجود داره که ما رو مثلا نهی میکنه، یا اگر انتقاد بشه از توی یه جناحی از رسانه 10 تا از این گزاره ها مطرح میشه. بله این سوالتون 8 بخش داشته به نیت 8 فقیه شورای نگهبان ارواح و نافدا که همه‌شان از خطا مبرا هستند و خب انتقادم که خب وقت برنامه اجازه نمیده، وگرنه خب میذاشتم شما هم انتقاداتون رو چی بکنین دیگه تمامه دیگه خاموش کن دیگه، این دوربین خاموش کن دیگه، چون اگه بخوام ادامه بدیم مجبورم بگم که امام هم غلط کرد، گزاره درست کرد، به گور پدر هندیش خندید که ما رو تو این مچل انداخت. از پس سوال 4 تا جوجه بسیجی هم ما چی بر نمیام، تازه تئوریسین نظام هست. خاموش کن بریم دیگه نهار رو بخوریم دیگه. برنامه چالشی شد نه هسته.